وقتی عشق هواداران کافی نیست. در دنیای فوتبال که پر از انتقال و جدایی است، حتی محبوب ترین ستاره ها هم روزی مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. جدایی هایی فراموش نشدنی. توماس مولر با وفای مونیخی ها، اینیگو مارتینز با تعصب آبی و اناری ها، لوکا مودریچ مقدس رئالی ها، لوکاس واسکز بیبی فیس کهکشانی ها، کوین دیبروینه چشم نواز سیتیزن ها، الکساندر آرنولد دوست داشتنی لیورپولی ها، آنخل دیماریای خوش تکنیک و باهوش بنفیکایی ها، جیمی واردی با مرام روباها، سون هیونگمین وفادار و سریع تاتنهامی ها، ریکاردو آلویز مهندس تراکتوری ها. اینها همان بازیکنانی هستند که نه فقط برای تیمشان که برای تاریخ فوتبال جاودانه شده اند.